سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی. امیدوارم که همه کس خوب و صحت و سربلند باشید. پیش از آنه که ما صحبت شروع کنیم، یک موضوع داریم با نام آب صاف کنک‌های رژیم امروزه رحمانوف. و طول چند روز شد که در شبکه‌های اینترنتی چرخ میزند یک چند نواری که از کمبودی ها یا که از زمان کراتینی مردم آوردن از کشورهای خارجی در اون کراتینی شرایط بدبدگی مردم نگاه می داشتن. و طول چند روز شد که می بینیم که فیک های با نام فیک ها یا که آب صاف کنک های رژیم رحمانوف چیکار کرده ایستند، دنبال کمبودی ها به اصطلاح خودشو شده است. یعنی که اون نفر یا که اون زن بود که میخواست که چیکار کنه، کمبودی ها در یک شرایطی بد زندگی کردن همون بیمارا و کراتین بدگی را نشان داد در شبکه های اینترنتی و در اینجا واکنش زیادی هم شد از جانب فیک های حکومتی. مادامی که شما اولش که مادامی که یک نفری وطن دوست، ملت دوست، پیشور دوست که باشید، اولا با چهره های آشکار خود میبرید و دفاع از این رژیم امروزه رحمانوف میکنید. و چی میترسید شما از این حکومت یا که از این مردم که دفاع و چهره های آشکار خود نمیکنید؟ و چی گفتنی با اونها که شما میبرید گپ میزنید گویا که هم صد است و چندین نوارها هم مشاهده کردیم، نشر کرده نفرایی که چی در منطقه ها و یا که در همون دره رومید یا که در منطقه چی بودن و عذاب نمیدونم در کدام بلنیسه هایی بودن و وردش ما اون نفرها را روی نوار کرده و نشان داده که بگیم که یگون کمبودی در اون کراتین اونها نیست. و اون جوان دخترانی شما چندین تهدیدها و تحقیرها هم دیدیم که کرده شما. و یک قصه که اما ما و شما خوب میدونیمش این همون قصه که افندی است. افندی که طول وقتی که فریب میکند یا دروغ میگوید یا که چکار میکند مردم شوخی میکند، هر سحر میخیز داد میزد که خانم سوخته است، خانم سوخته است. مردم چکار میکردن؟ میشتابیدن با کمک خانه افندی. اما مردم میومدن چی میگفت و افندی یعنی که دروغ میگفت، مردم باز میگشتن میرفت. روز شد که خانه افندی سوخت و چند که داد زد که مردم بی مرا کمک کنه که خانم سوخته است، اما چیکار کردن؟ یگان کس با کمکی افندی نشد. گفتن که خیلی افندی که هست و دروغ میگه، تو که ما دروغ او را گوش میکنیم. اما رژیم امروزه رحمانوف طول چند سال شد؟ طول 27-28 سال شد که تو امروزه به مردم دروغ گفته است آمده است و دیگر چند که شما راستن بگه مردم شما را باور نمیکنه. مردم فقط همو یک پارچه که 10 ثانیه بود یا 20 ثانیه یا که یک چند دقیقه بود همو را باور میکنن و او نوارهایی که نمیدونم اجباری هستند یا مجبوری هستند یا اختیاری هستند، من مطمئن هستم که اونها را مردم باور نمیکنن. و صحبت طولانی نمیکنم، باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.